جان به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم. ارتش ملی تاجیکستان دستاورد بی‌نظیر دوران استقلال، رکن مهم دولتداری، کفیل صلح و ثبات و در حفظ مرزبوم اجدادی سپری با اعتماد دولت است. در طول 30 سال استقلال در برابر همه مظفریت‌ها ارتش ملی مرحله به مرحله تکمیل یافته امروز قادر است که در مقابل همه گونه تهدید و خطرهای زمان معاصر استوار، دستاورد و منفعت‌های دولت و حیات آسایشته مردم کشور را تأمین نماید.